منابع پایگاه خبری بامداد روز 1 فوریه سال 2023 خبر دادند که رئیس نویه رشت رحیم جان مقیمی روز 23 ینور با گمان گرفتن پوره همراه رهبر دستگاهش خال محمد ارتقوف از جانب کارمندان اگنتی مبارزه با کروپسیا دستگیر شده بود. نه فقط در آزادی قرار دارد بلکه در منصب خود همچون رئیس نویه کار کرده ایستاده است. همین طور خال محمد ارتقوف نیز از حبس آزاد شده حالا در خانه‌اش بوده است. این را دست کم 3 نفری که برای دیدن ارتقوف به خانه‌اش رفتند تصدیق کردند. یک همصحبت بامداد گفت روز دوشنبه 30 ینور مقیمی خودش جلسه حکومت نویه را که هر صبح دوشنبه دایر می شود با نام 5 مینوت که گذرانید. سپس امروز دیگر منصبداران در قصر فرهنگ یک جویا پیام پرزیدنت را به مناسبت عید صده تماشا کردند. گپ است که ارتقوف را شاید عوض کنند. او حالا در خانه‌اش است و دیگر بعد اون حادثه به کار نآمده است. معلوم نیست که آیا ارتقوف از جوابگری خلاص شده است و یا با دادن زبان خط به شرط تا انجام تفتیشات ترک نکردن محل زیستش شرطاً آزاد کرده شده است. برخی حدس میزنند که این پرونده شاید با راه‌های به همه معلوم، یعنی با استفاده از یگان پشت خیلی بقوت یا پول و یا با هر دو واسطه به اصطلاح حل و فصل شود. ولی یک منبع نزدیک به تفتیشات گفت یک گروه مفتشان اگنتی مبارزه با کروپسیا تا حال در نویه رشت قرار دارند و تفتیش پرونده همچنان ادامه دارد. اما او هم استثنا نکرد که این پرونده در نهایت میتواند با تاثیر عامل‌های بیرونه از جمله پشت زور یا با دیگر وسیله‌های کروپسیونی در نهایت حل و فصل شود و بسته شود. خبر بازداشت رئیس نویه رشت و رهبر دستگاه او را روز 23 ینور از بین رسانه‌ها اولین شده پایگاه خبری بامداد نشر کرد. بنا به اطلاع دریافتی پایگاه خبری بامداد، کارمندان اگنتی مبارزه با کروپسیا تاجیکستان صبح دوشنبه 23 ینور سال 2023 رئیس حکومت نویه رشت در شرق جمهوری مقیمی رحیم جان نبیزاده و رئیس دستگاه او ارتقوف خال محمد را هنگام گرفتن پوره به مبلغ $10,000 دستگیر کردند. گفته میشد که رحیم جان مقیمی و رهبر دستگاهش تقریبا یک ماه باز با اتهام غیر قانونی فروختن زمین ها تحت کارکرد فوری از جانب کارمندان اگنتی قرار داشتند و یک روز قبل یعنی 22 ینور سال 2023 رهبران اگنتی شخصا از پرزیدنت امامعلی رحمان برای گذراندن عملیات بازداشت رئیس نویه رشت اوکی گرفتند. اگنتی مبارزه با کروپسیا بعداً در پاسخ به درخواست آزیا پلوس تصدیق کرد که نسبت به خال محمد ارتقوف روز 20 ینور از جانب آژانسی ضد فساد تاجیکستان با گمان قلابی به مقدار مخصوصاً کلان پرونده جنایتی آغاز کرده شده. نسبت نامبرده چاره پیشگیری زبان خط درباره ترک نکردن محل استقامت تطبیق گردیده است. اما این اگنتی به سوال آزیا پلوس درباره افتتاح پرونده نسبت به رئیس نویه رشت رحیم جان مقیمی معنیدارانه یگان پاسخ ندادند.